شوخی میکنم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برنامه چهره ها هست. نترسین، پوری عزیزم همین جاست. فقط یه چند دقیقه ای رو من وقت گرفتم از کوچ عزیزمون، نویسنده، سخنگو، مشاور و کسی که تو زندگی واقعا کمک حال خود من خیلی بوده و هست و خواهد بود. اینه که از ایالت دیگه هم اومدن تو این فرصت. البته چهرهشون برای برنامه چهره و شما آشنا هست برای بسیاری از بینندگان و ازشون خواهش کردیم حالا که از راه دور اومدن و این همه مسیر رو طی کردن برای برنامه‌های مختلفی که در کالیفرنیا داشتن، ازشون خواستیم که بابا جون چند دقیقه هم چهره ها. سلام. سلام، خوب هستین؟ لطف کردین دعوتم کردین. من خوشحالم که برگشتم در خدمت شما و بینندگان عزیزتون هستم. لطف دارین شما. ما خیلی دوستتون داریم، استفاده میکنیم از افکارتون، فکرتون. کسایی که مشاور هستن، نویسنده هستن ولی رو خودشون کار کردن، اونو نمیدونم چجوری بیشتر تأثیر گذارن تو زندگی تا کسایی که فقط حرف میزنن. چون حرف زدن خیلی راحته. بله، حرف زدن راحته، عمل کردن این مشکله. عمل کردن وقتی میبینید من خودم واقعا احساس خوشبختی میکنم، چون وقتی با مردم کار میکنم هر روز 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه صدای خودم رو میشنوم که من دارم به مردم چی میگم. همون رو خودم عمل میکنم و چون رو خودم عمل کردم، سالهاست رو زندگی خودم، رو بیزنس خودم، رو رابطه خودم با بچه هام، با دوستان، با همسر سابق اینا اجرا کردم، اون وقتی که میتونم با مردم صحبت کنم که بگم آقا این کار انجام شدنی هست، این طرز فکر به این نتیجه خواهد رسید، مگر اینکه فقط آیدیا باشه. درسته. هدف ما هم از دعوت ایشون آقای بهنام بخشنده عزیزمون اینه که کمک بگیریم دقایقی که با همون هستن سیکرت هایی رو یادمون بدن که من و شما چه کار بکنیم که جوانتر بشیم، زیباتر بشیم، شادتر بشیم، با اینکه بند ناف گذشته رو چطوری قیچی کنیم، چطوری از گذشته یکم فاصله بگیریم که این همه تو مغز ما نباشه و یکم اذیتمون نکنه که بتونیم از لسین که استفاده میکنیم خوشگل‌تر بشیم. شما وقتی با من صحبت کردید گفتید در مورد تاپیک گذشته صحبت کنیم که اثر گذشته، چطوری خودمون از گذشته رها کنیم. به اعتقاد من به زیبایی خارجی هم خیلی مربوطه. زیبایی درونی به جای خودش، اون کانتنتمنت، اون راحتی، اون صلح درونی بسیار جای بزرگی داره تو زیبایی خارجی. دقیقاً. شما میبینید که یکی ممکنه حتی خیلی جوونه ولی اصلا وقتی نگاش میکنین اینقدر ناراحتی درش میبینین، اینقدر ریزنتمنت و ریگرت درش میبینین که اون زیباییش نشون نمیده و پیر نشون میده. شما میبینید کسی که واقعا سنش هم مثلا از میدل ایج گذشته ولی از اون داخل هنوز زیباست، زیبایی بیرون اصلا تراوش میکنه. برای همین این گذشته ما مثل یه بار سنگینیه، مثل یه گونی ماسه سنگ رو شونه ما همینجور این خود باهاش میکشیم و میخوایم بریم و میخوایم صاف وایسیم ولی نمیتونیم. و چطور اینو من در مورد بسیار فیزیکال اگزمپلشو میگم، ولی تجربیات گذشته رو چطور رها کردن اولا آسون نیست. کاش که میشد فقط یه بند ناف و برید و تمام شد، ولی باید اولین قدم اینه که ما قبول کنیم که گذشته ما اینجوری بوده. ما هی میگیم کاش که اینجوری نبود، کاش که اینجوری نمیشد. بوده و شده، قبولش کنید، باهاش جنگ و دعوا نکنیم. اون اولین قدمه که قبول کنیم آقا این اتفاقی واسه ما افتاد به خاطر بدی ما نبود، به خاطر بدی کسی دیگه هم نبود، همینجور اتفاق افتاد، اتفاق میفته. میگی آقا این چرا افتاد زمین؟ خب افتاد. حالا اگه بخوایم بررسی کنیم که چرا افتاد و چطوری افتاد، البته بد نیست ولی چقدر میخوای دربارش صحبت کنیم. من میبینم اشخاصی که کلاینتای خودم طلاق گرفتن 20 سال هنوز دربارش صحبت میکنن. میگم تو این 20 سال به غیر از اینکه درباره این بابا صحبت کردی کار دیگه هم کردی؟ کسی دیگه رو دیدی؟ رفتی بیرون، دلتو وا کردی، روحتو وا کردی، اجازه دادی کسی بیاد داخل، یا این در بستی میگی بابا خیلی سخت بود 20 سال گذشته؟
درست. اینا رو روی یخچالتون بنویسین ها. نکاتی که امروز آقای بهنام بخشنده عزیز دارن میگن پربارم هستن. یعنی یه دیویدی آوردن اینجا که از طریق چهره ها هر وقتی بخواید میتونید زنگ بزنید و در دسترستون قرار بگیره. حتما توضیح میدن. ولی باور کنید این کلیدها خیلی مهمه، به خصوص امروز که میخواد مربوط بشه به زیبایی و زیبایی ظاهر ما و درونمون رو چطوری تخلیه بکنیم و شاد باشیم رو یکی یکی نکات رو بنویسین و بعد به منم یادآوری کنید روی یخچالتون بذارید. بله. ببینید ما مثل اینی که شما وقتی آرایش میکنین، درسته، وقتی موهاتون رو درست میکنین، این هیر بلوور چی میگن، این سشوار درای میکنین، شما این سشوار رو میزنین به برق، درسته. اون رسپتکلی که به برق دارین میزنین انرژیه، پاوره. اگه اون پاور رو نداشته باشین، اون قدرت انرژی رو نداشته باشین، از این ماشین که نمیتونید استفاده کنین. درسته؟ حالا شما فکر کنین که این سورس، این بنای این انرژی که شما بتونین از این ماشین استفاده کنین، از اون رسپتیکل تو دیوار اومده، از الکتریسیتی اومده. خب درسته. شما فکر کنین الان سورس زندگی شما از کجا اومده؟ اون قدرت زندگی شما کجا نگاه میکنین؟ به کجا خودتون رو پلاگ میکنین که قدرتمند باشین؟ ما همیشه میریم به پس نگاه میکنیم، همیشه میریم به گذشته نگاه میکنیم. پدرم اینجوری کرد، مادرم اینجوری میگفت، تو محل ما اینجوری میکردن، تو ایران باید اینجوری میکردیم، اینجوری شده، ازدواج قبلیم اینجوری میکرد، رئیس سابقم اونجوری میکرد، بیزنس سابقم اینجوری کردم نشد. هر چی میخوایم ما انرژی بگیریم میریم پلاگ میکنیم تو اون پلاگ پست. درسته. ما باید از این سیم پلاگو بعد اصلا بکش بیرون. اون پلاگو فراموش کن، یه پلاگ دیگه پیدا کن. بیا این ور اتاق نگاه کنیم ببینیم اون یکی پلاگو بهش میگیم آینده. شما از پلاگ گذشته بکش بیرون، به اون پلاگ آینده نصب کن. و خوبیش اینه که اصلا نمیدونی از اون چی میاد. همون ندانستن خودش قدرته. چون وقتی نمیدونین واقعا خیلی فرش و تازه رفتار میکنین و تازه فکر میکنین. این ندانستن خیلی تا کمک من کرده و هنری چار یکی از کارگردانان و تهیه کنندگان بزرگ هالیوود که ایرانی هم هستن و داشتیم صحبت میکردیم چند شب پیش با هم، همین رو گفتن و من توی یکی از برنامه‌ام تکرارش کردم که میگو وقتی که من بچه تر بودم، جوان تر بودم، آخه فیلمای عجیب غریبی ساخته با حیوانات و اینا. بعد گفت این ندانستن خیلی کمک من میکرد چون نمیدونستم و با ندانستن فقط عشق داشتم به علاوه ندانستن. اون وقت اون منو میبرد جلو. بعضی وقتا ندانستن خوبه، درسته که یک کوچولو ترس کنارش میاد ولی یه خوبیایی هم داره که گذشته دیگه هیچ دسترسی بهش نداریم. برای چی روابط ریلیشنشیپ یا بیرون رفتن با جنس مخالف یا ازدواج اولش هاته، اولش خیلی خوبه. دیت خیلی انرژی داره، دیت خیلی شادمانی داره. چرا؟ چون طرفو نمیدونی الان چه کار است، الان نمیدونی کیه. بعد که میری مشغول میشی 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 20 سال، اگه بپرسی شوهرت چطوره یا خانمت چطوره، بلافاصله میگه آره من میدونم اینجوریه و اینجوریه اینجوری اینجوریه. از کجا میدونی؟ اون پلاک کردی تو اون گذشته، هی انرژی میگیری. آره اینجوری کرد. شاید بعد بهش بها بدی، با خودت بیاریش جای دیگه. اون ذهنیت خودتو در موردش عوض کنی. بزرگترین ذهنیتی که ما داریم در مورد خودمون. ما اول خودمون رو نمیبینیم، خودمون رو نمیشناسیم، میخوایم بریم با یک شخص ثالث قاطی بشیم. هنوز ما خودمون رهایی نداریم، میریم یه نفر دیگه میکشیم وسط. هنوز گیر کردیم تو گذشته خودمون، میریم یه نفر دیگه رو با گذشته اونم میاریم قاطی گذشته خودمون میکنیم، یک آوش قلمکاری درست میکنیم و بعد میگیم آقا من چرا خوشحال نیستم. وقتی هم میگیم چرا خوشحال نیستم، بلافاصله به اون نگاه میکنیم نه به خود ما. میگه من خوشحال نیستم به خاطر تو اینجور کردی، تو اونجور کردی. چیکار کردیم؟ دوباره پلاک کردیم به پست. دوباره اون جنازه پوسیده رو آدم میکشه، میگه ای خونه چرا اینقدر بو میده. بابا جنازه پوسیده رو ول کن، ببر دفنش کن، تمامش کن بره. بعد اون پلاگی که میکنیم برای آینده، اون آینده‌ای به تنهایی که خودش وجود نداره، ما اینو باید دیزاین کنیم. این کاری که اشخاصی مثل من انجام میدن یا دکتر فوژان انجام میدن، این که ما کمک میکنیم به اون شخص اون آینده رو بسازه، نه که بهشون بگیم باید چیکار کنن. با یه سری سوالات، با یه سری کوچینگ و دایرکشن، چی میخوای، چطوری میخوای، چه کار باید براش بکنی. آسونم نیست، وقت میخواد، انرژی میخواد، ولی از اون پلاک کردن به گذشته خیلی بهتره.
یعنی وصل بشیم به آینده نه وصل بشیم به گذشته. حالا یه چیزایی که همه ما برامون طبیعی هست و من میدونم الان سوال ذهن توی بیننده هست، شما هست، من میخوام از ایشون بپرسم، اینه که ما بیشتر وقتا به یک سنی که میرسیم، حتی باور کنین جوانترها مثلا به سن 30 سال میرسن، میگن دیگه از ما گذشته. این دیگه از ما گذشته تو ذهنمون حک میشه و مایوسمون میکنه و وصلمون نمیکنه به آینده. چون میگیم اوکی آینده که کوتاهه، گذشته طولانی که داشتم و بذار برم داخلش و بهش افتخار بکنم. اون پلاکه خیلی گیر داره. خیلی گیر داره. چه کار کنیم؟ این کار به خصوصی نمیشه کرد مگر اینکه قبول کرد که ما یه اجندایی داریم این حرف رو میزنیم. وقتی میگیم از ما گذشته یا ترسیدیم، چیکار میکنیم؟ بهترین بهانه اینه که ببین من خیلی با وقارم، از من گذشته این کارو بکنم. نخیر، تو دلش هنوز خیلی ویلی میره، هنوز دوست داره بره بکنه، ولی از ترسی که فیل کنه، از ترسی که شکست بخوره نمیکنه. یا ترس شکست خوردنه، یا ترسی که وای مردم چی میگن اگه من این کارو بکنم اون کارو نکنم، اگه من برم به خودم برسم، خودم رو جوان‌تر نشون بدم، شادمان‌تر باشم، بعد مردم چی میگن، که همون دوباره پلاک کردن به پسته. ترسم دوباره همون پلاک کردن به اون گذشته است. اگر ما صحبت شما رو دنبال میکنم، از من گذشته بهترین بهانه است که آدم زندگی نکنه. یعنی مردیم دیگه، تمام شد. اگر شما زندگی نکنی داری میمیری. درست. دو تا شانس که بیشتر نیست توی زندگی، یا آماده بشی برای مردن یا همیشه دنبال کنی زندگی کردن. مردن که قربونش برم دیروز نداره، میاد. چرا نگرانش باشی؟ چه زندگی نکنی؟ اصلا به ما چه وقت اومد ما نیستیم. ما کاریش نداریم. منظورم ببینید این حرفایی که من خدمتتون عرض میکنم به زبون ساده است گفتنش. برای همینه که ولی تکرارش خوبه. برای همینه که ما پروگرام داریم با اشخاصی که کار میکنیم، بین 3 ماه تا 2 سال و نیم کار میکنیم که تمام اینو ببینن، بشکافن، شخصیت درونی خودشون رو بشناسن، ببینن چرا هی پلاگ میکنن تو اون پست، چه نتیجه‌ای دارن میگیرن که پلاگ میکنن اونجا، هی دارن حرف گذشته رو میزنن. شما ببین، من بهتون قول میدم 90% حرفایی رو که شما میرین تو مهمونی‌های خانوادگی یا دوستان یا گرد همایی زده میشه، صحبت پسته. گذشته. 90% صحبت اینه که چه بلایی سر من اومد، ببین من چه کار کردم، ببین چه کار من کردن، چه به سرم اومد. این آزادی فکری وقتی این گذشته رو رها کنین، حتی گذشته به سختی هایی که به دراماتیک از یه نفر از دست داده باشین. درسته. تو خانواده‌های ایرانی متاسفانه ما این خیلی میبینیم که خیلی را دست دادن. آسونم نیست. تا رهاش نکنی نمیتونی زندگی کنی، تا نذاری بره نمیای بالا، همون پایین موندی. هم به اون گیر میدیم هم به خودمون اندوه موندی. به هم عرض میکنم آسون نیست. برای همین ما کارایی میکنیم، سمینارهایی میذاریم. مثلا با خانم دکتر فوجان زینی ما این اواخر سمینار داشتیم 2 روز در مورد ریلیشنشیپ، The Power of Two، و بعد از که تمام شد، چون که خیلی به اصطلاح استقبال شد، ما اینو به صورت DVD کردیم با آقای سهراب اخوان، کارگردان بزرگ ایرانی. ایشون با ما همکاری کردن، ضبط کردن، ادیت کردن. الان توی باکس بسیار زیبا 8 تا DVD 16 ساعت کاره که میشینین تو خونه در مورد ریلیشنشیپ نگاه میکنین. شما میتونید از خانم دکتر از همین برنامه چهره ها میتونن درخواست بکنن و بهترین تماس بگیرید و بخرید تو خونه نگاه کنید. و چون که تو DVD هست آدم میتونه پاس کنه دوباره نگاه کنه. یک سری زیادی کارهای خانم دکتر فوجان زین و کارهای خود من تو وبسایت ایشون، تو وبسایت من با خانم سروش تماس بگیرید هست. چون ما به تنهایی نمیتونیم این کارو بکنیم. من به شما قول میدم هر چقدر به تنهایی سعی کنین، خیلی راحته که شما به خودتون دروغ بگین. خیلی راحت بگی آقا من خستم، دیر وقت نمیکنم، پیرم، جوونم، بلندم، کوتام، نمیتونم. بهانه میاریم که به خودمون نگاه نکنیم. بهانه میاریم چون خیلی آسان‌تره که این پلاگو برداریم بذاریم به پس، بگیم آقا همینه که هست. تو سر و زیری همیشه راحت تر از سر بالایی. یه مسئولیت بزرگ شخصیه
که مربی برای خودتون هایر کنید، با تراپیست صحبت کنید، با کانسولر صحبت کنید، کتاب بخونید، دیویدی نگاه میکنید. این به دو زبانه یا به زبانه؟ فقط به زبان انگلیسیه. فقط به زبان انگلیسی. راجع به رابطه ها هستش. برای عزیزانتون، کسایی که دوستشون دارین و به زبان فارسی زیاد وارد نیستن، به نوه هاتون، بچه هاتون، دوستانتون، همسایه هاتون، کسایی که میخواین بهشون کادویی رو بدید، به نظر من بهترین هدیه هستش، به خاطر اینکه زمانشون رو دیگه نمیذارن که 2 روز بخوان حالا به سفر بیان کالیفرنیا و در این سمینارها شرکت بکنن. راحت تو خونشون استفاده میکنن و هر وقت بخوان استفاده میکنن. هر زمانی که بخوان یه مقداریشو گوش میدن، میبینن و بعد میذارن زمان دیگه و خیلی خاصیت‌های دیگه داره و در حقیقت بهترین کادو هست. اگر من بهترین هدیه هم برای دوستانم بخرم ولی جذب وجودشون نشه، اینکه من همیشه از لاسین میگم و میگم بهترین هدیه هست برای پوست دوستانتون و جذب گوارای بدن و وجودشون میشه، این هم گوارای روحشون میشه و اثرگذاره. چیزا هدایایی که تاثیر توی وجود افراد داره بهترین هدایا میتونه باشه. میتونید از طریق برنامه چهره‌ها تماس بگیرید و این عزیزان زحمت کشیدن سالهای سال تا شیرازش رو به این صورت در اختیار ما قرار دادن که ما هم میتونیم در اختیار شما قرار بدیم. خب حالا ما میخوایم از اون پس بیایم بیرون، چون ما معلق که نمیتونیم باشیم. بله کاملا. اگه معلق باشیم بدترین ضربه دنیا رو خوردیم. باورها بعضی وقتا خوبه و میگن سخت‌ترین شکست هم شکستن باورهاست. کاملا. ولی اون هم متخصص میخواد. من خودم نمیتونم باورم رو بشکنم. مثلا دیشب آقای اوباما داشت با خانمش میرقصید و پدر منم نشسته بود، میگفتش که این خب ایشون 80 و اندی سالشونه، میگفتن این خود آقای اوباماست داره میرقصه. گفتم بله پدر، خود آقای اوباما. میگفت رئیس جمهورم مگه میرقصه؟ گفتم مال اینا میرقصه. آره مال اونام یه جور دیگه میرقصه، چرا نباید برقصه؟ میگفت همینجوری دارم سوال میکنم، فکر کردم رئیس جمهور مثلا نمیاد جلوی مردم برقصه. این باور دیگه. یه نوع باوره که سختم میشه که باش مبارزه بکنی، ولی بهترین کمک خود ما هستیم. زمانی من میتونم باورم رو بشکنم که خودم اقدام بکنم. هیچ کس از بیرون نمیتونه این کارو بکنه. کاملا. ببین اثر آینده بسیار اثر زیباییه. آینده که نیومده هنوز که آدم ببینه. ما تنها جایی که نگاه میتونیم بکنیم گذشته است. مردم میگن خب به حال به پرزنت هم میشه نگاه کرد. بله ولی کی؟ الان تمام شد، رفت گذشته شد. من میخوام تو این لحظه باشم. لحظه تمام شد، الان لحظه گذشته. شما همیشه یا تو گذشته این یا تو آینده. تو اون لحظه که میگن تو پرزنت، تو لحظه باشین، بلافاصله گذشته شده گذشته. شما همیشه در راه آینده هستین. مردم فکر میکنن که ما همیشه تو گذشته موندیم. نه، تو همیشه داری به طرف آینده میری. اگر ببینیش، ببینید به طرف آینده رفتن اینقدر زیباست که آدم به هیجان میاره. مثلا عرض میکنم خدمتتون، شما دوستتون، خواهرتون، برادرتون میاد خونه پیش شما. درسته. پسرتون میاد خونه میگه مامان من 2 تا بلیت هوایی دارم برای همین یک شنبه، من و شما یه هفته، کلاینتم بهم جا داده 1 هفته مجانی تو ویلاش تو هوایی بمونم، اینم بلیت. قابل توجه علی سروش پسر من. شما از این لحظه تا هفته دیگه چه حالی دارین؟ خیلی خوبه. خوشحالین؟ فکر میکنین چه لوازم آرایشی ببرم، چه خریده بکنم، کلاهی نو میخوام، مایه نو میخوام، نمیدونم جواهر جدید میخوام. اکسایددین. همون تهیه‌اش هم قشنگه. مثل اینه که یه چیزی رو خودمون میخوایم بسازیم تا یه چیزی ساخته شده باشه. کاملا. یا یه کسی که میاد خواستگاری میکنه از خانم جوونیه که پسر زیبایی میره میگه آقا من از شما خواستگاری میکنم، ایشون هم میگه بله، از اون لحظه اون آینده ساخته شده. یهو هر دوشون خوشحالن، عوض میشن، اصلا عوض میشن. اون خانم زیبا و جوان فکر میکنه به آینده، شوهر، خانواده، لباس عروسی، مهمونی، از این لحظه تا عروسی چقدر خوشه. همیشه چون که اون آینده است که داره ایشون رو میکشه. حالا یکی بیاد خونه بگه آقا، همین علی بیاد خونه بگه مامان میدونی قرار شد داریم هوایی، به هم خورد. یهو چی میشه؟ یهو همه چی به هم میریزه. شما میگین علی جون چرا اینو حفظ نکردی؟ اینا چرا اینجوری کردن؟ من آکن بلیف که اینا این کارو به ما کردن، چرا اینجوری میکنن؟ خوشم نیومد ازشون. یهو میری پلاگ برمیداری میزنی به پس دوباره. دفعه قبل اگه کسی دل من شکست چطوری اینجا نگهش دارین آقای بهنام بخشنده عزیز.
همین لحظه‌ای که میاد خبر برعکس به من میرسه چقدر خوبه که من یاد بگیرم سویچ کردنو. خوبه اگه یادتون باشه. آره همون لحظه یادم نیست، ولی اشکال اینه که یادمون نمیمونه، بعد این دلخوری، غیبت، همیشه اخم کردن یه دو سال طول میکشه. ولی همش باید خبر خوش رو وقت بشنویم. ولی اگه یاد بگیریم که با خبرهای غیر خوش و غیر مثبت هم چجوری دیل بکنیم و یاد بگیریم که سویچ کنیم و از یه راه، مثلا الان من با شما یه بحثی رو دارم، ناراحتیم، هر دو عصبانی هستیم، بعد یه دفعه یکی در میزنه میاد داخل، ما همون اخم و تخم اگه ادامه بدیم خب این اشکال از ماست، تقصیر اون نیست که وارد شده. من باید سویچ کردن یاد بگیرم که با هر کسی چطوری رفتار بکنم و این کار سختیه، ولی باید بیایم پیش شما دیگه. این سویچ کردن اکسپتنسه، قبول کنید که این اتفاق افتاده دیگه و هیچ رابطه شخصی به شما نداره. حتی اگر اون نامزاد شما که از شما خواسته کاری که گفتین بله 2 ماه بعد گفت نه من نیستم، درسته آدم ناراحت میشه، عصبانی میشه، دلخور میشه، ولی اون معنی هایی که ما اضافه میکنیم به خودمون اونه که ما رو اذیت میکنه، چون جسم ما که عوض نشده، که شخصیت ما که عوض نشده. درسته. وای مردم چی میگنه که میریزه وسط. اون معنی هایی که ما اضافه میکنیم ما رو مثل خوره میخوره، مثل سرطان میخوره، عصبانی میشیم، ناراحت میشیم. من نمیگم مردم همه دیسنت و خوب هستن، بعضی هم خیلی به دستوردگری میکنن و تقلب میکنن و ناراحتی ایجاد میکنن، ولی آدم وقتی خودش رو بشناسه هیچ کس نمیتونه از شما بگیره. شما اگه خودتون باشین، خود رو از درون بشناسین، هیچ کس اون از شما نمیتونه بگیره. خیلی خوشحالم که اومدینا این همه کلمات قشنگ رو به ما گفتید. حالا اگه یکی داره با کسی زندگی میکنه میتونه نظرش رو عوض کنه که مثلا این شوهر من، این خواهر من ممکنه در آینده نزدیک عوض بشه، یعنی اول فکرم رو راجبش عوض بکنم، آیا تأثیر روی رفتار اونم میذاره؟ والا من اونو نمیدونم. مثلا همسر من از فردا صبح بهش تلقین بکنم که نه تو دیگه اخمو نیستی، تو دیگه مثل چای سرد یخ نیستی، دیگه خوش اخلاق میشی، یه جوری بهش تلقین بکنم. اگه به ایشون تلقین بکنین اون دیسیژن ایشون نیست، تصمیم ایشون نیست، تصمیم شماست درباره ایشون. و این یک چی میگن مصنوعی در میاد، یه رابطه مصنوعی میشه. شما اول باید باور کنید که ایشون همینجور که هست خوبه. شما دلتون میخواد عوض شه برای شما، ولی ایشون اینجوریه. حالا اگه قبولش نکنین شما این که زهرش میکشین. من میگم به قول فرنگیش میشه drinking poison wishing somebody else to die. شما زهر رو مینوشین، آرزوی مرگ کسی دیگه رو میکنین. شما دارین زهر رو مینوشین، شمایی که دارین اذیت میشین، شمایی که میخوان اون شخص کسی دیگه ای باشه، اون شخص همونه که هست. حالا یا قبولش میکنین یا قبولش نمیکنین. درست. اگر قبولش هم کردین خیلی عالی، قبولش هم نکردین اونو زجر ندین. درست. شما میتونید بگید آقا این نمیشه، این کار درست نیست، جمع جور میکنیم، ما رو به خیر، شما رو به سلامت، نه دعوا نه مرافعه، جور بشیم. نه اینکه یه پتیو مثلا بیاریم تو خونمون، مثلا مار بیاریم تو خونمون ازش توقع داشته باشیم که چرا مثلا مثل توتی حرف نمیزنه. چرا نیش ندی به من؟ مار دیگه، مار نیش میزنه. وای چقدر خوب بودیم قسمت از برنامه، مرسی که اومدین. من واقعا دلم میخواد که بیشتر بدم به بینندگان عزیز، ولی زمان کوتاه. اگر محبت کنید میتونید با من تماس بگیرید در primecoeducation.com. primeco spelled P-R-I-M-E-C-O education.com وبسایت من در خدمتتون هستم. با خانم سروش تماس بگیرید، ایشون با من در تماس هستن. حتما شماره تلفنشون رو میدم خدمتتون اگر شماره تلفن بخواید. روی فیسبوک هم تشریف دارید؟ فیسبوک بله، بهنام بخشنده من در خدمتتون هستم، یا پرایمکو ادویکیشن در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم. هر دفعه دیگه که اومدین کالیفرنیا باید تو این برنامه بیاین. ان شاء الله آخر اپریل من در خدمتتون هستم دوباره تو کالیفرنیا. حتما هر چیزی که ما، یعنی من و بینندگان عزیز چهره ها رو وصل بکنه به شادی و زیبایی و جنس لطیف و زندگی واقعی، ما پذیراش هستیم و در خدمتتون هستیم. مرسی از شما. ممنون. متشکرم. وقتتون بخیر.